گیلا وقتی داره گلی میشونی در تشده بخوشی خود تو دارم لا اله الا الله محمد رسول الله خب خواهم پره کردی یه ساعت چند بجه این ساعت چند بجه که تو خوی میگو 19 دقیقه شغلات هم خلاص شد کار کسمایی که کردی خلاص شد که خوی شدن انتخاب کردی اگه تو رو مستری خونه ری کردم یک روز رفتی اگه تو رو ببین با انگلیش شاگرد کردم یک روز رفتی اگه تو رو با باسکت سازی ری کردم یک روز رفتی و محاجه که ری کردم تو به یک روز با پایان نرسیدی من تو چکار کنم؟ من چی فکر کنم خود تو؟ رو چکار کنم میگم تو نمیگیری یاد نمیگیری یا؟ میگم یک کار دیگه کن آن به دست تو پول میدم میفهمی؟ میریم میدون با هم یک خر بده بخو میستینی میفهمی؟ نه ای تیل میخوره نه فرض مثال این تیله کردن که فرغانه باشه تو تیله کنی ببینی بازار چرخک دی یک خر بده بخو بستو من تا کشا بخو تا شهر بگرد اقلا من در بگو تو فایده میکنه دیگه میشه؟ پاشته نمیشه خوب چند دیگه؟ یکی نیم از خب بابا سعی کنه خب بعد نیت خر به تا بازار نه چی بدی داره؟ چی بدی داره؟ خب مردم به تا فرغونا به تا چرخا به تا اگه تو بگن به تا فرغون ببرا که میگم اتیله کردم بمردم شال شدم کم خر بیتره یا خر همچنین خود چوی داره میکنی و قشقش های خربزه داره من سیری پا چیری پا مردم میخره دیگه میشه ها هاشته نمیشه نخی خب خر اگه گوش نشه چی بدم بجو هم نمیتونی یک نیم من علف هم بری بسیم بری بدی به تشهر علف مزل میشه هم لوشه که مردم میخور بدن پیش سی میشه راست میگی برو ما میدون بالا خربزه بخور تخماینا جمع کنی تخماینا خوبه وخی دیگه وخی چاشم یالا تخما خربزه جمع میکنه که با زمستون نانه و پله کرسی اینا رو برشته کنه آفرین وخی جیجی خوبه گفته به هر چمن که برسیدی گل بشی و بجی آفرین وخی خیلی تا چندی فایده کنو مر نمیزنیم گردن شما بعد تا هم ساعتی فکر فایده کنی نمیزنیم خود صدری بگو خرج خره صدری بگو امال خرج خره ایه دیگه سیکو یک مناله نه صبر کنی شما تو نه شما بیا یک دقیقه بله نه بابا ما میگم با شما زن قدیمی بابا ما میگم که تو برو خر آورد برو به میدون با خربزه بخر بالا خر برو به تا بازارا قیخ کش خربزه داریم بفروشه خربزه میشه نه آیشته برو به جلو خر دنبال خر ببریم خربزه اشته بفروشه کی میخرازی؟ آزان آخه من چه کار کنم با تا فرغون میگم برو بخواه تبنگ تیار میکن بده تو خربزه تا میگم ای چله کرده نمیتونم نه من مثلا نمیگم این سکری مرتکت بیامده خودی خر به تا شهر نه تیل نمیخوره فرد و سر برق مصرف نمیشه دیگه چی میگه ها فروخته خودونه میتونه چه نمیتونه یاد دارم گرد من داری ببری بمونه کمه من داری بیا شما مرده که باید میخریدی میدادی به دستی که میفروخ زن خودی بلکن بفهمه بخون بخیده فروش کن بفهمه حالی ما بخرم چی فایده بزید گوشت بگیرید کپیشتو نجورم نه چشم خب تا شریده بشه که دیگه کپیشتو بگیرستن برو خوبه نه پس اگه داری چیز میزی بدی که برو میتقره که دیگه ما به تشهر نون چاشتا بخورون دیگه خوب آنتم پولان نمیشه دیگه همه برم اینجا به شهر مر گفتم همه به من چیز بدم نه یا خوراک نو فکر خوب بگیرک دیگه آنه من نویده تا دستمان بسته میکنم
اگه نون خشک میبرم یک خربزی هم اگه میشه کرد. او گپ به بابا جو من نمیگم که نخوره. خیر بینیم بابا دیگه مال بگم واسه مسیر شکم خیلی سخته. من میفهم مسیر شکم شما تو علاقه به شکم خیلی داری. خوبه نه بله. سری با ما آمدی چادر تلایی دگه نمیایی به محله سر و گردن به می بین داری دگه نمیایی به محله خرک بیا که تو رو خر بابا کجایه عباس خودم روزم چاش شدیر به کجا برده ای خره عباس عباس بله بیا یک دقیقه بله کلوخکور کجا بردی بیدید؟ بسیار زمین ها بود بله بیفهمی؟ چی؟ نجات یافتم بالاخره چی یعنی؟ با من هر جا که میرفتم خلیفه من سلط میکن خب مستری خونه چپلی سازی دیگه رنگ میلی دیگه برادر برفتم به داش عموم آتش کردم نشد خب بالاخره هر جا برفتم خلیفه پر قیافه میگیری خب کاردگی یافتی؟ بکلمه بابا میفهمی چی گو؟ چی گو؟ 1500 یعنی 1,500 1,500 به تکیسیمه گفتک بابا برو به میدون بار خب خربزی بخر ببر قرار که دیگه به تا خشر برفش که برفشیدی انا قرار که دیگه نه طور کسی بیرون میکنه نیم که خربزه؟ بله حقیقت حالا بعد باشه میتو کار من دیگه چرک شد که چی بگم من میبری جوان دیگه برم بابا خود خو نه خودی هم میری تو هم خیلی چیزی برو بابا بست و پول خری انقدر که دیگه برو بخره بابا خب یک خره بخره انقدر که دیگه تو برو به خود جدا بفروش به مجاده که من میرم تو نرو من میرم به در خوش تو برو به در بغندار نمیشه چیز نداره خر کجایی خر چی کردی به پیش گوه سرزمین ها اونجی بردی آه مگرم برو ممالا که دیر نشه با دارم بسته کن دارم بسته کن که میره به تا خب برو چه؟ کاش کمی کارم به سر برسونی همین جوار کوه میزدی که همین جوار حداقل همین گرد دولخت نمیشد آیان مرا اگه صبح و صبح همینا روزی سلام مونده نباشه سلام علیکم مونده نباشه ماما خیریت جان خوبیم جرک الله بخیریم ساعت سلامت باشیم سلامتی ماما بله این خربزا شمانه خربزه آسمانه بله ها خربزه مستی ها این خر شمانه بله آی خر از مانه خب ماما من چند نمینی خربزا ما برارم چی لکا من چندی و کتا من چندیه ما 2 رقم خربزه داریم دو رقم ها مشهدی افغانیه شما کدوم حکم ماما جو تو برو خر چیز نکنه میشه گرم بالا خربزا بره همین اکه بگیرک دست دردی روش بسی که ای خیر بینی من چند نمیده ماما خربزا خربزه افغانی ما کاست من 4 ریپه 4 ریپیه مشهدی هم من 30 ریپه انال از کدوم که شما مایم چند من مایم میر برای ما بگین که ما به شما همون خاکش خر هرچی کش کمایم درسته دیگه خوب گپیه
کار کسیبی هم میبینه داره دیگه آدم من بال خر با بال خر میبریم دیگه. والا تا شرمینه در با خشکی اینا میفریشم بخور. خوبه از این که آدم بیکار باشه این وقت خوبه. خب بره حالا بدون بره شما بره سعی هرچه که جا گیره بره شما. آن لالا جان بله خربزه ها شما رو بکشیدم 21 خروار و 65 من شد 65 منی و ایچی بفهمیدی؟ خب به خاطر به در رز و به در پاش داره شکست رخت داره خب فکس آن 21 خروار شد خب انا لک جمع میزنم که چند میشه حساب پولیو خب 21 63 هزار همین 21 خروار لیست شما هم سه کنه میتونه میتونه ولی بیخی سیه ولی از ما میره همه بفهمید همین خربزه هم داخل موتر باشه فعلا به خاطر که فعلا جام و تنگ همین خربزه این دونا دیگه فروخته که شد اونا رو پین میکنیم به نمازدگر مشکل کنه داره نه مشکل نداره نه خیر بینید نداره نه همین تا خربزی هم باوردن که از او پیره به شما بیتر 21 خروار و 60 من شد خب بیاردین اونه بله آفرین و خوب وقتی هم بیامدیم خودش ما نونه را میخوریم 21 خروار و 60 من شد خب 60 من یله کنیم به خاطر همین ریخت و پاش و شکست فدای ریخت سر شما غم نداره فدای دیگه سر شما من برات پولای مگرم نمازدگر بیاییم خیر مشکل ولی نونه خوردیم بریم نمازدگر بیاییم خب 21 خروار و 65 من شد لالا بله 65 من برای ما یله کنیم اگه یک خروار یله کنیم چی کار میشه 65 من فدای سر شما یک خروار خب ما هم ظلم دیگه خود شما به میفهمید خاطر به ما بصرفه دیگه با ما هم تیم مصرف میکنیم تا اینجا میاریم با ما هم ظلمه خیره دیگه همین 60 خیر بین 65 من هم یله کنیم خب انا لگ حساب پول از اینا خب بله حساب پول از این 63000 میشه صحیح شد برو به خیر وعده ما و شما نمازدگر پولکا شما رو همگی جمع میکنم میدم برای شما هیچ گپی نیست بریم خودش ما دستا خوبی شوریم که نونه نرم بخوریم بفرمایید میگی سنگین بشی برارمه بشی محسوب طالب رد خر و تا بازارا خیر بیزی بفشم تو مثل چوغو که بری بیام اینجا نه سلام نی علیکی قاشق وردشتی که چی گپه تو هم دیگه میخوایی لکه همین دیگه امینا چنده امینا چنده ان فکر یک دیگه به خود دیگه دامن باشه نو نخودی تو نه مانیست برو نانه چیز میزه بخور بستو پول ملی بستو برو بخور تخم مرغ چیزی بستو ببر کن سیر ما نمیشه تو کجون برورین دیگه باید یک لقمه هم بخوریم خب برار بشی من کی گفتم تو به چی بیگونی برار منی شکم با برار چی کار داره هم یک لقمه تو سر نمیشی یا سر شم برو نانه چی میگه خوب بستو مشوی مونده خوش دارم باشه اگه سیر شدم بمون ندم همینجا بشی تو فعلا جول نخوا خب بی به دست تو باشه
سو نکش مرسایی نکن اینجا گرسه کن اینجوری رو بله سیکنم خب یلا بله نه شوخی من بخورم نه بابا یا عباس میایه یا شکیب میایه میگه من مدام لقمه نون میخوریم اینا میایه که بده که شما میایه یک لقمه بخورم به خدا به دام تو نمید نمایی تو که براره بس کن دیگه بابا تو با یک کم لقمه بخورم دیگه نه باید کم با خبر برات کار خونی هم اینجا بشین چون باشه الله نخوری اینجا چی سوگه شما وقتی که یک لقمه سو که شما من مثل که دمه که خیره به تو میگم بدن خربزه بفروش خودی من سو نمیکشی همین پیره ودا بچیش وخه برو برو خوبی آروم نخوره اینا سده بیامدی بخیر خب خیر بیر فشیدم بیشتر چیزان لوکه کردین و خداوند طوری شما را کنیم بابا چند پول به من دادین 15 سال 15 سال خب اینو 11 ساله 11 سال چنده به من دادین پول 1.5 هزار دادم براتون 15 سال دیگه پول پیشنهادیه نه چند فایده کردی فایده دیگه بابا دیگه همین لکه پولا میبینم دخل گردن من 1 روپیه بری بعد نکردم 1 روپیه برم نکردی نون چاشتن مالی بیامد اینجا خوردم خب میفهم کنم اون چاشتن معلوم که من برم جا که چی را بخیر نوش جان تو کردی تو علاقه به شکم خیلی داری مدت 400 دی پس سرمایه تو کمه فایده تامین چی خانم 400 دیگه را کجا میری برو که 400 دیگه را 400 دیگه را کجا اون مرتقه که خربزه نخرید مرتقه که خربزه خریدم گو 1260 روپیه 60 روپیه رنگو از تو تگرا به کسی می ما بابا هنمی سدیا پولامو لکه گردن و بند مینایه تو چرا برو حساب مرا میری؟ بغز دادی اونو چکار کردی تو؟ نه من مرتقه که تا دیکنه تا شهر چی میشنازم و بغز بدم همه لکه مینا البته پیش ما بجوندم 1 دفعه خیلی شلوغ شد بجوندم بچه خویستدین میگفته که بچه تو اسمی ندی بود برات خر اکثر خربزار میخورد و لوشار میده خود تا پیاده رو و تا سرکی بربر میده و هم معلومه که بجوندم پیش تو بابا گردن من از صبح تا شون خودی میدید تا شکسته 8 تا خوردم میگون پولا چی کردی؟ پولا چی کردی؟ خب همین های چی میفهمیدم من؟ خب من نمیفهم من رای نمیکرد آخیشتن نمیفهمی چی میفهمیدم بابا؟ اشتن نمیفهمی بابا جو به خدا نمیفهمی آخیشتن نمیفهمی یقلی تو میکنم خفه میکنم تو ای آمخی